بریم ببینیم لگاتو و استکاتو چه فرقی دارن. استکاتو یعنی مقطع و جدا شده. علامتش چیه؟ به شکل یه نقطه بالا یا پایین نوت قرار میگیره. یه ملودی ساده رو با هم ببینیم. حالا نوتام رو میخوایم به نوت‌های استکاتو تبدیلشون کنیم، پس پایینشون نقطه میذاریم. حالا بریم ببینیم اجراش با قبلی چه فرقی کرد و وقتی میگیم مقطع و جدا شده یعنی چی. پس متوجه شدیم وقتی داریم استکاتو اجرا میکنیم نوت‌ها رو کمتر میکنیم، ارزش زمانشون رو کوتاه‌تر اجرا میکنیم و مقطع و جدا شده اجرا میکنیم. در واقع انگار نصف ارزش زمانیمون رو داریم اجرا میکنیم و نصفش رو تبدیل به سکوت کردیم، یعنی تبدیلش کردیم به یه چنگ و یه سکوت چنگ. حالا این مثال رو ببینیم که فقط نوت اول استکاتو شده. بریم ببینیم چجوری میشه. یه بار دیگه گوش بدیم. الان به خوبی شنیدید که فقط نوت اول داره کوتاه مقطع و جدا شده اجرا میشه، یعنی نوت اول تبدیل شده به یه نوت چنگ و یه سکوت چنگ و بقیه نوت‌ها به شکل عادی دارن اجرا میشن. یه نکته توی استکاتو وجود داره که خیلی از هنرجوها اشتباه میکنن، اونم اینه که این نوت رو با استکاتو اشتباه میگیرن. این نوت بچه‌ها استکاتو نیست. استکاتو نقطه‌اش بالا یا پایین نوت قرار میگیره، ولی اینجا نقطه کنار نوت قرار گرفته. اینجا یه نوت سیاه نقطه دار داریم و این نوت استکاتو اجرا نمیشه. اینو خیلی از هنرجوها اشتباه میکنن و به اشتباه این نوت‌ها رو استکاتو اجرا میکنن، در صورتی که فقط نوت نقطه دار هست، نه استکاتو. لگاتو دقیقا مخالف استکاتو هست و به معنای نرم اجرا کردن و پیوسته اجرا کردنه. علامتش چیه؟ اصولا به شکل یک خط منحنی بالا یا پایین چند تا نوت یا حتی 2 تا نوت قرار میگیره که به معنای این هست نوت هایی که زیر اون در واقع خط منحنی هست باید کاملا نرم و پیوسته اجرا بشن، مثل شکلی که دارید میبینید. گوش کردید که کاملا نوت‌ها پیوسته اجرا میشن و بدون اینکه خیلی بخوایم مقطع اجرا بکنیم و دستمون هی از رو کلاویه برداریم اجراش میکنیم. حالت بعدی اینه که فرض کنید نوت هامون دوتا زیر خط اتصال هستن یا همون خط منحنی که به معنی لگاتو هستن. یه بار دیگه. چیزی که میشنویم در واقع انگار خیلی کم اون نوت دومی در واقع کوتاه شده و شبیه چنگ داره اجرا میشه، ولی نه به حالتی که تو استکاتو داشتیم، خیلی نرمتر. حالا فرض کنید که 2 نوت اولمون لگاتو باشن، 2 بعدی استکاتو باشن. اینجا کاملا واضح میشنوید که نوت‌هایی که زیر خط اتصال اون خط منحنی لگاتو هستن پیوسته و نرمن و استکاتو کاملا مقطع هستن. حالا فرض کنید یه خط ملودی داریم که کل این نوت‌ها در واقع زیر یه خط لگاتو قرار گرفتن که به معنای اینه که همشون باید کاملا نرم و پیوسته اجرا بشن بدون اینکه دستتون بخواید از رو کلاویه پیانو هی بردارید. گوش بدیم. پس این خط منحنی لگاتو علاوه بر این که کاملا به ما میگه باید اینا رو پیوسته اجرا بکنیم، یه حالتی یه جمله بندی رو هم به ما نشون میده. یه نکته‌ای که باز توی لگاتو وجود داره که دقیقاً بر استکاتو هم وجود داشت، این خط منحنی است که خیلی از هنرجو اشتباه میکنن. وقتی که بین 2 نوت یکسان، یعنی هر 2 نوته که الان ما میبینیم، فرض کنید نوت ره هست در کلید سل و یه خط منحنی بینشون قرار گرفته، این دیگه اسمش خط اتصال یا خط لگاتو نیست. این به معنی خط اتحاده که ارزش زمانی اون 2 نوت رو جمع میکنه. پس دقت کنید که این خط منحنی لگاتو نیست، خط اتحاده که خیلی از هنرجوها این خط رو اشتباه میکنن.